سلام، کاراگاه موشکاف تقدیم می کند پرده برداری از جدیدترین ترفند عظما و شرکا برای ماسمالیزاسیون زهرخوری. دیدین؟ ابتدا میریم سراغ آثار و نشونه های صحنه و مدارک جرم. آقا درست تو دقیقه 90 مذاکرات هسته‌ای بالا تا پایین نظام دوچار دیپلماسی لالمونی شده. 50% پرانتزهایی که داخل اون اختلاف بوده حل شده. این رو 2 روز قبل وزیر خارجه کشورمان اعلام کرد. من جواد ظریفم که خوراکش زیرابی رفتن و مارمولک بازیه، تو این اوضاع و احوال رفته تو نخ سیگنالای مشکوک. قبل از ورود اونها حتما مذاکرات بسیار فشرده‌ای خواهیم داشت. بعد از ترک وین توسط اونها هم مذاکرات ادامه خواهد یافت تا اینکه نزدیک‌های روز آخر ببینیم کار به توافق انشالله میرسه یا اینکه نیاز هست تصمیم دیگری گرفته بشه. که اینطور پس بحث توافقیه که ایشالله ماشالله میخوان بهش برسن، یا شایدم تصمیمای دیگه‌ای که بعداً میخوان بگیرن. حالا درست تو همین بحبوحه یهو به فرموده عظمای طلسم شکسته همه آیات شیطان و همه حجج ابلیس گیر سپیش دادن به حجاب، یکی با زبون التماس. مردم عزیز بیایید به پاس حرمت خون این شهیدان عفاف و حجاب رو پاس بداریم. یکی هم مثل این عتیقه تارنکبود گرفته کاری جز جیغ کشیدن و هشدار دادن بلد نیست. متاسفانه امروز ما مشکل داریم با مسئله حجاب. نمیدونم باید چی کار کرد. باید یک ستاد مقتدر برای بررسی مسئله حجاب به وجود بیاد، افرادی با اختیارات کامل و با امکانات کامل بنشینند راجع به این مسئله مهم چاره‌جویی بکنند. اما اصل قضیه گروهبان گارسیای نظام فیروز بابادیه که یه بار دیگه حزما بادش کرده تا با یه بیانیه اقتدار معابانه بپیچه به پروپای اقتدار شکنا. مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ویژه بخش‌های فرهنگی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با تأکید بر اینکه هنجارشکنی‌های فرهنگی از بسترهای تهدید و تضعیف امنیت ملی کشور به شمار می‌رود، صیانت از ارزش‌های فرهنگی و دینی و برخورد با هنجارشکنان و مصادیق نقض هنجارهای قانونی و شرعی که در سخنان اخیر رئیس محترم قوه قضاییه مطرح شده است را وظیفه خود دانسته و ظرفیت‌های موجود خود را برای کمک در این راستا به کار خواهند گرفت. خب رفقا، حالا یکی به کاراگاه موشکاف بگه که داستان چیه بین اون سکوت خرمورای نظام تو فینال مذاکرات با این عربده‌های نهی از منکر آه و فغان از بدحجابی چه رابطه‌ای وجود داره؟ نکنه عظما میخواد با دود استتار مبارزه با بدحجابی پروژه زهرخوری رو تکمیل کنه ها؟ فرضیه های کارگاه موشکاف رو داشته باشید تا ببینیم و باور کنیم. فعلا خدا حافظ. موشکاف